بچه حالتون چطوره؟ خوش اومدید به اولین ویدیوی کانال من. تو این کانال ما گیم پلی بازی ها رو میگیریم، یه جورایی میشه بهش گفت راهنمای قدم به قدم بازی ها. هر روز ما 2-3 تا پارت رو میذاریم که حالا حوصله‌تون سر نره، چون من خودم هر وقت میشینم پای گوشی 4-5 تا پارت و اینا رو میبینم، به خاطر این هر روز 2-3 تا رو میذاریم. میذاریم مثلا ما بازی های مثلا هاگوارتس لگسی، هیتمن، اینا رو میذاریم دیگه. اول جی تی ای، به پارت که جی تی ای خوش اومدید. آخه ولد داشتی در باز کن. باش این فکر کنم ترور که اینقدر اعصاب خورده ها. ترور اعصاب خورد معروفه. شلیک میکن موزیک با شخص رو پایید خچله که در رو براشون باز کردن، دیدید؟ با تلفون های دوربین دار رو خراب کنیم. کنیم اورلایی زدم بهش، نزدیک بود. جورا خرابی کنیم چون کمره داریم. خب الان میگه چیکار کنم؟ تلفن رو درار زنگ بزن. الو آقای بوم، تلفن رو بردار. های شیطانی هم کرده. چیکار میکنه؟ چیکار کرده؟ چیو کرد تنه؟ بچه ها کجا رفتن؟ حواس دارم باید برم اینجا پول بردارم. پول 2000 تا 2000 تا 95,000 تا 179,000 تا برداشتیم. با دلار 100 خیلی زیاد میشه. ماسک شدم. میگه آیگارم قیافت رو یاده بمونه. شخصیت رو عوض میکنیم اینجا ببینم چه داری میتونم بزنم. اینجاش بزنم. اینجاش خوبه. حال کردید؟ اگه تو کامنت ها نیست داشت یا نقطه زن حکک. کجا بریم پناه بگیریم؟ بچه هم میگه با R1 میتونید کاور بگیرید. کاوریم. آقای ساکت نمیشه. بذار ببینم به این چی بزنم ساکت نمیشه. فریجا رو پدر داشتیم نمیشه. سیدوی پدر با میریم به جنگیم. اینجا بذارید من صدا رو کم کنم یه ذره خیلی زیاده. بچه میخوایم اوضاع رو چالش کنیم، اینطوری میخوام بذارم میریم جلو. حوصله چالش نداریم. کنه دست کجا با This wasn't in the job description. Get out of the way or suffer the consequence. I ain't laying down for them. Let's go. Get to the car. زد تفنگ اون ملق زد بنده خدا.
بچه من دارم فاصله میفرستم برای هر کس برید تو برفا نمیتونید زیاد خوب برید. اینجا باید اینا رو بزنید کوشن همه زدن که ما افتادیم دنبال نخود سیاه حرکت کن بچه این آقایی که زرد میزن دیوونه نمیزنه خنده های شیطانی حرکت کن لعنتی بشنید تو قهوه دارم دوزی تو دوزی من یک دسته میره تو دیوار میریم رانندگی کنیم خفنه سینمایی میشه بذار بزنم به این بیچاره رو پرد کردم اونجا برش بده بچه بند بیرون بچه از 1 تا 10 خدایی برانندگی من خودم به خودم 0 میدونم اینه رانندگی بذاره فکر نکنم ماشین اوضاش خوب باشه فکر نکنم وای پیاده شید دوستان گرامی 3 دوست آواره میگه این برنامه افتضاحی کی چیده 3 دوست آواره قطاره هم بایستاد اسنایپر نزن دیگه خوبه این دارو دیوونه بود این دیوونه این یکی دوستمون ما یکم چی خورد فقط موندیم یه دونه ترور بیمو اصلا خود تا زدم کشی شد فیلم شد بودو لالا بودو بیا جلو من گراگان میگیرم میخورمت زندگی شلی کردن الان نفهمیدیم زنده است یا مرده خاکسپاری دوستمون مایکل آدم بدی بود ولی جزو ما بود دزد بدی بود ولی جزو ما بود مرد خوبی بود ولی مرد بدی بود این همونیه که به ما تیر زد اومده سر کسی که کشتتش بیکاری این کیه بچه این مایکله یه جای کار میلنگه مایکله زنده است ولی مرده عجیبه گراند تپ آتو وی واقعا عجیبه عجیبا غریبا اومد Your son, James. میگه بچه چطوره؟ بچه خوبیه؟ Good kid? بچه خوبیه؟ A good kid. بچه خوبیه Why?
چرا؟ Does he help the fucking poor? همیشه کمکم میکنه؟ He sits on his نه، ass all day. همیشه توی اتاقش نشسته با دوستاش حرف میزنه و If that's our بازی standard for لعنتیشون business, no میکنه. wonder this country's screwed. And what about you? یه تو چطور؟ What about me? درباره من Hey, گوش کن. I didn't have the advantages that kid has. من هیچ By the وقت time دوست he was his نداشتم این age, پسر داشته I'd باشه. already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right. fucking بچه here. اگه کیفیتی فیلم بده حتما تو کامنت ها بگید که من برطرفش کنم. کیفیت دوربین بازی بده به من بگید برطرفش کنم. That dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's ذره all we have آروم time شد for. داشتم. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. اوه آهنگ گرفت. بالشه برام برام بام برام بابام برام بابام 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 بام برام بابام برام برام بام بام بابام برام برام بام 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 یه سیزی بزنی بام بابام بابام برام برام بارا بارا بام برام بارا بام برام برام بام برام برام معتادا رو پلیسا گیر معتادا شد. I know just how you feel. زندگی عجیب داره شهر Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. فکر کنم این آبی پوشیدن یکی از شخصیت های اصلی باشه. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Actually, yeah. که It's that house right there. The yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody باشه didn't خدای realize. آهنگش خیلی بالا. What you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit. Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lit مثل اینکه nigga. کار این I'm دوتا getting my ماشین money in the hood. I'm دزدیه. straight, fool. I'm cool. You cool. ماشین Cool what? میدزدن برای یه Swinging نفر dope and throwing ببرن. up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. این معتادا هنوز اینجا Yeah, homie. This the spin knot right here. Your boy Simeon, but bullshit. Man, get your ass in here. Bring your ass. امنیت آمریکا I'm trying to boss somebody. قفل باز شد. Come on. Come on. آه بشین یه ذره سیس گندگون بره بالا. Damn. This nigga must got the baby. گربه ها افتاد. Yeah. And all this shit paid for with bad credit. آه Call me daddy. Which one you ماشین want, nigga? و ماشین و بچه به نظرم سفیدا خیلی خوشگله ها. من سفیدا رو سوار You میشم. always was old choosy, motherfucker. ماشین Oh, you falling hard with the آه drop سقفش top, باز huh? میشه. I might just be. بچه نگاه کنید این دکمه PS5 رو بزنید سقفش باز و بسته بشه. حالا برای PC و ایکس باکس رو نمیدونم سوار میشیم. بچه سعی میکنم به جایی نکنم ولی قول نمیدم. What? I hear you. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to dock my pay at the end. میگن هر چقدر چراغ قرمز رد کنیم ایدی نداره. So
so him and Tanya can smoke crack in peace? بچه یه قدرت داره وقتی آرسه و السا نگه دارید این قدرتش میشه مثل که سرعت ماشین زیادتر Please, میکنه homie. Well, in that case, we might as well enjoy ourselves. Yeah, whatever you say. او بچه رادیو داره بابا آفرین تو ماشین رو خراب کن برو جلو و من پشت سر بیام Oh, we filming shit here, huh? خوبی شد ماشین خودش اومد جلو دیگه بچه قبول دارید Whatever you say. Yeah, that's cool. You ain't even testing me. Whatever, homie. ماشین پروازی کن اوه دیگه تموم شد بد خوردم اب نداره از این ببر راحتیم You want to get whips like this? You gotta stay on your gridiron. Nigga ain't do some time over nickels and dimes? I stick to repos, dog. That's meant to be your shit. Yeah. Right, homie? Alright. Left through the parking lot. Okay. گن زدی یعنی خالص گن زدی رانندگی میکنم düştüm خودی رو Whatever, homie. ماشینم کسی شدش خاکش بچه دیدید کف ماشین اومد رو من That super bank? Oh, look at شهر واقعا بی صحابه ماشین اون ماشین من خوب حالا بچه شیشه های من نشکسته شیشه های من شکسته این نقطه پیشرفته بوده پلیس افتاد دنبالمون چی جالب باید پلیس ها رو گم کنیم پلیس گم میکردم من این نقشه خوب دارم بچه اینطوری نگاه کنید میان اینجا آها اینجا زارت گن زدم یه کاپوت هم کنده شد هم اینطوری میان اینجا اون برو مباحاج کن اینجا وای میستی تا نیمی گمت کنم بعدش اینجا ماشین رو پارک میکنید سپس اینگونه پریده اینور و اینگونه کاور گرفته اینور تا گمتون کنم هیچ اسلحه‌ای نداره نگاه کنید در جلوم دارن رد میشم ماشین رو دیدم میگفتم ماشین که همون خودش کش بهتون نگاه کن پلیس ها اونجاست پولش کرد پلیس ترسید پیدا کرد آقا اینجا رو قطع کن این آموزش هم نبود
چطوری پیدا کرد؟ بهش الهام شد، فکر کنم دستور از بالا رسید. دستور از بالا. آها دوباره گم. برم محله معتادا. چه پیچوندمش. ماشینم اون پایینه. برم مترو. آها گمش میکردم. آموزش های رایان گیم پلی. بفرم پایین. خودش خوبه، یه ذره خون پاچید زمین. نه هیچ. بچه اونجا سیم خوردار داره. کامل گردنی. موقع من اصلا نمیخوام آموزش بدم. واقعا فکر شما خودتون بیشتر بدون کمک من بهتر این کارو میکرد. خلاصه ماشین همین که وجود داره، همین که با این همه تصادف نترکیده، خودش پیشرفت بزرگه. ما میریم اینجا اتوگالریه فکر کنم. بعد بچه من قبلا گیم پلی رو دیده بودم. اینجا بهش میگن اتوگالری سیمیونه. این آقا کچله لباسابی پوشیدم سیمیونه. ماشینا رو با قیمت بالا میفروشه، بعدش میده ما بریم از صاحبش بدزدیم. من فکر کنم بچه مایکله. مایکل. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Give him a high. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Money isn't an issue. This is the best car. Watch this when they build a mini. Gonna get all this. Look, man, I gotta go. Hey, Sammy, لباسم خونیه. I'm out. I'll holler at you, homie. Best part, man. خداحافظ. ماشین در بچه کاپوتش خالیه. راکستار کاپوت ماشینا رو خالی گذاشتی. ماشین برقیه حتما دیگه. مثلا راکستار سال چیزو میگفته. و الان باید بریم خونه. This chump check. I'm gonna knock a bad, grown, and sexy bitch who ain't got a fat piece. Who you trying to impress? Your auntie Denise, with all that ass, nigga, she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, bad for the penis. That's exactly how I like my women. Man, shit, it's good to be home. خب اینجا خونمونه. میریم خانمون زیر لاف کونمون. یه پارکینگ داریم. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee ass haircut you got. You get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha call your dog. چقدر قدمون در مقابل این کوتاهه. Brain surgeon, the lawyer she fucking with. Nigga. What? Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he is. We living on top of each other, ain't it? بچه بعضی به این خانومه میگن عمه، بعضی میگن خاله، ولی من بیشتر خاله شنیدم، ولی جفتش درسته. I was on the phone, boy. Don't be listening. یه ذره رفتارش با ما بعده. دیگه به تختمون.
اول از همه لباسامون رو عوض کنیم. بذار لباسامون داغونه. شلوار خونی. چون اینا لباس چی داره؟ این خوشگل. خب بچه ها، اینم بود از پارت اول بازی GTA V. پارت اول بازی GTA V. احتمالا یکی دو ساعت دیگه پارت 2 هم آپلود شه. خداحافظ.